با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. قسمت دوم از فصل دوم سئو محتوا رو داریم. ما یه قالب نصب کردیم روی یه دامنه آزمایشی و اینکه یه محتوا رو براتون سئو کنیم به صورت عملی یاد بگیریم. اکثر آموزش ها به صورت تئوری فقط آموزش میدن، ولی خب تا عملی انجام نشه شما یاد نمیگیریم. این یه واقعیته. خب یه محتوا من اومدم راجع به بهترین زمان خوردن قهوه نوشتم. این کلمه کلیدی ماه. این قسمتی هم که این شما میبینید عنوان متن بهش میگن. تگ H1 اینجا قرار میگیره. تگ H1 توی قالب به صورت پیش‌فرض وقتی که سایت طراحی میشه عنوان رو تگ H1 میذارن. خب من یه محتوا گذاشتم اینجا. توی پاراگراف اول سعی کنید کلمه کلیدی به کار بره. بهترین زمان خوردن قهوه. گفتیم که توی تیترها و تیترهای هر پاراگراف و اون پاراگراف کلمه کلیدیمون به کار بره. حالا یا اون کلمه کلیدی یا مترادفش. این قسمت پایین که بهش میگن افزونه رنگ مسئو، این قسمت شما میتونید کلمه کلیدیتون رو بنویسین. ببین قبل از نوشتن کلمه کلیدی اینو همه قرمزن، چون که اصلا کلمه کلیدیش مشخص نیست. اما وقتی که کلمه کلیدی رو اینجا پیست میکنیم، کنترل وی میزنیم، یه سری ارورها به ما میده و یک سری هم حالا از موارد میگه رعایت شده. حالا دونه دونه جلو میریم. پس تگ H1 اینجاه. عنوان جذاب باید باشه. عنوانمون رو طوری باید بنویسیم که کاربرها اون عنوان رو سرچ کنن و وقتی هم سرچ کردن روی عنوان ما کلیک کنن. توی پاراگراف اولمون سعی کنید کلمه کلیدی و برندتون رو به کار ببرید. توی تیترهای بعدی هم کلمه کلیدی و حالا هم خانواده ها و کلمات کلیدی رو حتما به کار ببرید. خب طریقه لینک دادن. میخوایم لینک داخلی بدیم. برندمون، حالا مثلا این دامنه تستی ما اسمش گذاشتیم تپ مانستر. برند رو به کجا لینک میدیم؟ به صفحه اصلی. کپی میکنیم برندمون رو. من صفحات اضافه رو ببندم. اینجا کلمه‌ای که میخوایم رو درگ میکنیم. این گزینه اتچ درج یا ویرایش پیوند روش کلیک میکنیم و اون URLی که میخوایم رو اینجا پیست میکنیم و اجرا رو میزنیم. ببین الان این کلمه لینک داده شده به صفحه اصلی. روی این مداد اگر بخوایم بزنیم، میخوایم این مثلا اگر URL اشتباه باشه میتونین ویرایشش کنین. اگر این URL رو نخواین کلا میتونین پاکش کنین. حالا یه روش راحت‌تر دیگه هم هست بابت لینک دادن که این رو کپی میکنیم و اینجا میایم کنترل وی یا پیست رو میزنیم. دیگه حالا نیاز نیست بیایم اینجا دکمه اتچ رو بزنیم. این هم از کلمه کلیدیمون. حواستون باشه یه اشتباهی که خیلی از سئو کارای، حالا نمیشه گفت سئو کار، ولی سئو کار نما بهش میگن، میان کلمه کلیدی به خودش لینک میدن. دیگه لینک داخلی پیدا نمیکنن، میان کلمه کلیدی به خودش لینک میدن و این اشتباه محضه. پس حواستون باشه. و یه مورد دیگه این که هر صفحه یا به صفحه دیگه یک بار لینک بدین، چند بار لینک ندین. فکر نکنین چند بار لینک بدین تعداد لینک های داخلیتون زیاد میشه. خب مورد بعدی این که ببین یه عددی اینجا به شما سئو میده، رنگ مس میده که اگر بین 0 تا 100 وقتی که کلمه کلیدیتون مشخص نیست، الان برای ما گذاشته 22. خب وقتی کلمه کلیدی رو مشخص میکنیم این عدد بیشتر میشه. چرا؟ چون تو متنمون کلمه کلیدی به کار رفته، لینک داخلی دادیم، یه سری ارورهاشو رفع کردیم که بتونیم این عدد رو بالاتر ببریم. ولی اگر به 100 نرسید نگران نباشین. حالا دلیلشو بهتون میگم. خب ما میخوایم، گفتیم که این پاراگراف اول ویدیو بذاریم بهتره. راجع به ویدیو من چند تا نکته بگم. یه مورد این که ویدیو رو سعی کنید روی سایت خودتون نذارین. چرا؟ چون هم حجم هاستتون پر میشه، هم این که سرعت سایت پایین میاد و هم این که توی آپارات یا نماشا اگر ویدیو رو بارگذاری کنید باعث میشه که اونجا هم سایت ما، برند ما و ویدیومون دیده بشه. مثلا من رفتم توی آپارات یه ویدیو پیدا کردم با عنوان بهترین زمان خوردن قهوه. بر فرض مثال این محتوا رو حالا خودمون گذاشتیم. من فقط میخوام طریقه گذاشتن ویدیو از آپارات رو بگم. شما ثبت نام میکنین، یه ویدیو بارگذاری میکنین، بعد از بارگذاری این 5 حرف انتهای URL رو کپی میکنید، میایم توی سایت خودمون. افزونه آپارات رو من نصب کردم.
ببین خود افزونه آپارات هم داره بهتون میگه که این 5 حرف آخرش رو بیاید اینجا وارد کنید. تصویرمون چطوری باشه؟ میگیم کامل میخوایم دیده بشه. یه کد خودش براتون میسازه. من یه پیش نمایش بزنم ببینم ویدیو رو نشون میده یا نه. گفتیم که ویدیو سعی کنیم پاراگراف اول باشه بهتره. حالا شما باید ویدیو رو خودتون بسازین و توی آپارات بارگذاری کنید. خب حالا شما خودتون باید ویدیو رو بسازین و توی آپارات یا نماشا بارگذاری کنین. ترجیحاً برای اینه که توی نماشا ویدیو بذارین. چرا؟ چون که نماشا بهتون لینک هم میده. پس یه لینک خارجی هم میتونید از نماشا بگیرید. خب پاراگراف بعدی ببین تیتر 2 و 3 و 4 5 6 که گفتیم اینا هن. از این قسمت انتخاب میشه. اینجا ما میایم تیتر 2 میدیم. پاراگرافاتون کوتاه باشه، 2 خط و نیم 3 خط بیشتر نباشه. عنواناتون رو تیتر بدین. متنتون حتما جاستیفای باشه. جاستیفای یعنی چی؟ کنترل آر رو که بگیرین آلت و شیفت و جی رو میگیرم. ببین متن به هم ریخته است. من دوباره کنترل آر رو میگیرم آلت و شیفت و جی. ببین متن مرتب شد. یه مورد دیگه راجع به عکس گذاشتن، بارگذاری عکس. خیلی مهمه قسمت عکس ها. جایی که میخواین عکستون رو بذارین سعی کنین برای هر پاراگراف یه عکس مرتبط با اون موضوع پاراگراف بذارین. عکس هاتون یونیک باشه، حجمش رو کم کنین، کیفیتش بالا باشه، سایزاشون هم یکی باشه. حالا من عکس ها رو از قبل آماده کردم. کلیک میکنم جایی که میخوام عکس رو بذارم. ببین مثلا برای بیدار ماندن باید مرتبط با این باشه. افزودن پرونده چند رسانه‌ای، بارگذاری پرونده ها، گزینش پرونده ها و عکسم رو انتخاب میکنم. برای عکس گفتیم که آلت تصویر یا متن جایگزین، عنوان، توضیح مختصر و توضیح. حالا من اینو از قبل آماده کردم. متن جایگزینم رو کلمه کلیدی گذاشتم، عنوان انگلیسی کلمه کلیدی، توضیح مختصر کلمه کلیدی، توضیح هم یه توضیح برای کلمه کلیدی نوشتم. گذاشتن در نوشته رو میزنیم. ببین عکس ما کوچیکه. اگر من اینو بیارم بکشم و بزرگ کنم ببینید کیفیتش کم میشه. روی این مداد ویرایش میزنم، وسط چین میکنم، اندازه کامل میذارم، اندازه‌ای که خودم براش تعیین کردم. این از عکس ما. پس سعی کنید برای هر پاراگراف یک عکس شما بارگذاری کنید. حالا من این عکس‌ها رو از قبل گذاشتم. به این صورت بزرگ میکنم و بقیه عکس‌ها رو حالا بعد میذارم. خب یه مورد خیلی مهم توی سئو قسمت اسنیپته. قسمت اسنیپ چیه؟ شما وقتی که یه کلمه سرچ میکنین یه سری توضیحات براتون میاد. خب اینجا یه عنوانه، یه توضیحات متا و یه URL. این عنوان رو اول میخونین، بعد این متا رو میخونین. اگر اوکی بود و چیزی که میخواستین بود روش کلیک میکنین. شما نمیدونید این سایت ظاهرش به چه صورته، سرعتش به چه صورته، محتواش به چه صورت هست. فعلا این قسمت رو میبینید. پس این قسمت مهمترین بخش سئو سایته. تا این قسمت خوب نباشه کسی روی سایت شما کلیک نمیکنه. پس حتما حواستون به قسمت اسنیپت باشه. روی ویرایش اسنیپ کلیک میکنیم. حالا اینو ما خودمون دستی نوشتیم. یه سری درصدا اینجا نشون میده که خودش پیش‌فرض عنوانتون رو مینویسه. ما یه عنوان براش نوشتیم که جذاب باشه. ببین این قسمتی که کامل شده، حالا من اگر ببین تا یه حرف اضافه کردم سریع قرمز شد. باید حواستون باشه که این قسمت قرمز نشه و خیلی هم کوتاه نباشه، تا جایی که جا داره و میتونید براش بنویسید. من کنترل زد بزنم اینو برگرده. این قسمت پیوند یکتاه. گفتیم که پیوند یکتا رو هم میشه فارسی نوشت و هم میشه انگلیسی نوشت که ما انگلیسی نوشتیم. خب توضیح متا خیلی مهمه. چند نکته راجع به توضیح متا بگم. یکی این که کلمه کلیدی توی توضیح متا سعی کنین 2 بار به کار بره، حتما برندتون به کار بره توی توضیح متا. و توی توضیح متا خیلی مهمه که جواب سوال رو توی توضیح متا ننویسین. مثلا ننویسین بهترین زمان خوردن قهوه کی هست. اگر برای محصول دارید مینویسید ننویسین که مثلا 50% تخفیف این محصول رو گذاشتین بعد وارد چند ببینن اصلا تخفیف نذاشتین.
دروغ توی توضیح متا ننویسید، بی ربط چیزی ننویسید. حتما سعی کنید یه توضیح متا جذاب بنویسید. یه مورد دیگه این که این قسمت رو کپی میکنیم، توی شبکه‌های اجتماعی هم اینجا رو پیست میکنیم و عنوانم به همین صورت که من از قبل انجام دادم. خب ببین طول محتوا میگه یه کمی کمه. خب حالا ما اینو برای تمرین گذاشتیم و طول محتواتون سعی کنید زیادتر باشه، اما برای شروع تا 1000 کلمه هم خوبه. برای شروع تا 1000 کلمه بنویسین، یک دفعه 3000 4000 کلمه محتوا ننویسید، چون که برای آپدیتش دیگه محتوا ندارین، محتواتون تموم میشه، مجبورید مدام حالا بی ربط بیاین بهش محتوا اضافه کنید. پس بین 700 تا 1000 کلمه برای شروع کافیه، بعد به مرور بیاین بهش محتوا اضافه کنید. خب یه مورد دیگه که هست لینک خارجی. ما به جای دیگه میایم لینک میدیم. حالا من کلمه پوست رو اومدم لینک دادم به کجا؟ به ویکی‌پدیا. سعی کنین کلمه کلیدیتون رو لینک ندین، لینک خارجی ندین. توی لینک خارجی توی افزونه رنکمست، حالا توی تنظیماتش لینک های خارجی رو هم نوفالو میذاریم که ارزش سئو ما کم نشه. یه قسمت این پایین داریم با عنوان تصویر شاخص. تصویر شاخص چیه؟ تصویری که بالای متنمون نشون داده میشه، بهش میگن تصویر شاخص. قرار دادن به عنوان تصویر شاخص رو میزنیم. اگر عکسی توی گالریمون داریم که اونو بارگذاری میکنیم، اگر نه که حالا خودمون میایم یه عکس انتخاب میکنیم و بارگذاری. ولی باید به خاطر آلت تصویر سعی کنین از عکسای جدید بذارین و اگر از عکسای قبلی میذارین آلت تصویرشون رو تغییر ندین. حتما سایز این تصویر شاخصاتون باید یکی باشه که این قسمت بالا پایین نشه. من این از قبل آماده کردم، به عنوان آلت تصویر میذارم و صبر کنید تا این بارگذاری بشه. این از تصویر شاخص. پس برای هر پاراگراف یه عکس بذارین، ویدیو رو همون بالا بذارین و یه قسمت دیگه هست با عنوان دسته‌بندی. محتواتون حتما باید دسته‌بندی داشته باشه، آدرس داشته باشه، جاش کجا هست، که حالا یه بخشی داریم به اسم سایت مپ که ربات‌های گوگل میان کرول میکنن و آدرس سایت شما رو، آدرس صفحتون رو توی سایتتون پیدا میکنن. ما میخوایم محتوا توی وبلاگ قرار بگیره، یعنی اینجا توی وبلاگ قرار بگیره. تیک وبلاگ رو هم میزنم. خب این از محتوای ما. تقریبا تمامی موارد سئو محتوا رو روی این محتوا بهتون گفتم. برای همه پاراگراف ها شما عکس بذارید. حالا من نخواستم دیگه تایم آموزش طولانی بشه. آموزش عکس گذاشتن، ویدیو گذاشتن، لینک های داخلی، لینک خارجی، مرتب کردن متن، پاراگرافاتون طولانی نباشه و قسمت اسنیپ و کلمه کلیدی رو توضیح دادم. یه مورد دیگه این که توی افزونه رنکمست پرو که نصب می‌کنید، برای یک صفحه شما میتونید چند تا کلمه کلیدی به کار ببرید، ولی برای یک کلمه کلیدی نمیتونید 2 صفحه بنویسید. این رو هم حواستون باشه. امیدوارم که لذت برده باشین از این آموزش. آموزش خیلی مهمی بود. حتما چند بار تمرین کنین. اگر سوالی داشتین هم میتونین از من بپرسین. انتشار رو میزنم که منتشر شه و توی قسمت وبلاگ که ما رفرش میکنیم مثل بقیه به ما نمایش بده. حالا انتشار رو میزنیم که این محتوامون منتشر بشه. خب دکمه انتشار رو که زدیم، بعدش اینجا دیگه انتشار نمیزنه، برای ما میاد به روز رسانی. هر وقت خواستین آپدیت کنین محتواتون رو، بیاین به روز رسانی رو دیگه بزنیم. خب وبلاگ رو که آپدیت کردیم، اینجا محتوای ما نشون داده میشه. روش کلیک میکنیم که محتوامون رو ببینیم. این عنوانی که نوشتیم تصویر شاخصمونه. میتونن راحت آنلاین ببینن و متنمون با عکسایی که اینجا آپلود کرده بودیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. هر سوالی هم داشتین میتونین از من بپرسین. موفق باشید.